خانمی که آرایش میکنه با صدای بلند فریاد میزنه آهای مردم به من نگاه کنید، من نیاز به توجه شما دارم. آقا ببخشید میشه به من نگاه بکنید، من خودم رو دوست ندارم، من عزت نفس ندارم. خانمی که آرایش غلیظ میکنه یعنی من این چهره رو با این قیافه دوست ندارم دیگه، دوست دارم شخص دیگری باشه. ولی من اینو قبول ندارم. من واسه دل خودم آرایش میکنم. مرسی. پس امروز آرایش کن بشین تو خونه، آرایش کن بگی بخواب، آرایش کن برو کتاب بخون. چرا نمی کنیم؟ نه، من که رشد کردم نیازی ندارم برای دریافت توجه و احترام هر شخصی هر اقدامی رو بکنم، چون من از درون کامل و شایستم، چون خودم در درون خودم به خودم توجه لازم رو کردم و نیازهام رو پاسخ درست و منطقی دادم. من که رشد کردم احترام و توجه افراد رو با دستاوردهام به دست میارم. شما هر چقدر هم آرایش بکنید زیبا نمیشید مگر اینکه